خب فارغ التحصیلان عزیز، شما امروز مدرک گرفتید. مدرکی که ثابت می‌کند شما می‌توانید شب امتحان 200 صفحه را حفظ کنید و فردای آن روز فراموش کنید. آفرین، شما الان آینده کشور هستید. استاد تو کارنامه ریاضی برای چی به ما 20 دادی؟ من تو برگه فقط اسممو نوشته بودم. معلوم عزیزم، چون قرار شما مسئول بشید و تا میتونید بی حساب و کتاب ببرید. چیزی که زیاده خدا رو شکر سرمایه. ای خدا کاش منم از اینا داشتم. کی بود؟ اینو برید ادامش کنید. استاد جای نمره ادبیات من یه خط تیره تو کارنامه میذاشتی بهتر نبود؟ حالا که قبول شدم عیب نداره. بله جانم، شما قرار آینده رو برای ما به گذشته ببرید. برایمان حکومت فرعون بسازید. استاد من سر جلسه امتحان خودکار یادم رفت ببرم، بعد بیام فرقون بسازم برات. پس دستور دهید تولید کاغذ و کتاب را به صفر برسانم. خودکار نباشد نیازی هم به اینها نیست. چیزهای اضافه باید جمع آوری شود. خودکار، کتاب، مقاله جرم اصلا. چرا استاد؟ چند میلیون آدم نخستین دوره هم میخوایم. لطف بزرگی به این رعیت است. به منم کار بدید، دارو گرونه نمیتونم بخرم. کی بود؟ اینو برید ادامش کنید. استاد چرا نمره فلسفه برای من خالیه؟ یادت رفته نه؟ خالیه چون ارزش شما والاتر از همه این خدمتگزاراست. چه خفن. از شما قراره یاد بگیرن همه خواسته ها با دعا به دست بیاد و اگه نیاد حتما صلاح بالایی نبود. ماشین، اپلیکیشن استخاره، خانه، استخاره نسخه پرمیوم، ازدواج. ثبت نام کن تو طرح همسانپوری. دولت بهتون یه چک سفید اخلاقی میده، شرطش اینه که تو اینستا یه پست بذاری هشتگ ازدواج آسان. طرف گفت گشنمه بگم دعا بخوان. استاد طرف چیزی دستش باشه تو ماهیتتون فرو میکنه. قدرت کلمه دعا رو ناچیز نکن، قدرت احساس رو در دست بگیر. به جای اعتراض میبینی چگونه رو به خوندن دعا دست میبرن و میبینی خودشون مشکلات رو با از بین بردن خودشون حل میکنن. بابا گرسنه‌ایم، به ما هم غذا بدید. این کی بود؟ اینم ببرین ادامش کنید. استاد این گرسنه رو چرا ادامش کردین؟ گرسنگی یعنی مشارکت در پسنداز ملی. خب خدا راضی باشد از ما و از شما خدمتگزاران. آیندگان هزاران رحمت بر ما و یاد ما خواهند فرستاد.